درس 20 و درس 21 دو تا درسن که قراره در مورد جملات مجهول توشون صحبت کنیم. Hey guys, how are you doing? سلام علیکم. احوال شما خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خیلی خوش اومدید به استاد انگلیش. من حسینم با درس 20 از سری درس‌های آموزش گرامر از 0 تا 100 دوره ابتدایی، یعنی بر اساس گرامر یوز بیسیک در خدمتتون هستم. درس 20 امروز و یه مبحث خیلی جدید داریم توی گرامر که شاید خیلی از بچه‌هایی که دارن تماشا میکنن، خیلی از شما که سطح مبتدی هستین، احتمالاً برای اولین بار اسم این گرامر به گوشتون میخوره. در مورد جملات پسیو قرار صحبت بکنیم که ما توی فارسی بهشون میگیم جملات مجهول. قبل از اینکه درس رو شروع کنم ازتون میخوام ویدیو رو لایک کنید، بهم انرژی میدید حسابی. متشکرم. تمرینای یادتون نره و عکس تخته که از کانال تلگرام بردارید. من کتاب میذارم کنار، طبق برنامه خودمون دست به ماژیک شم، ببینیم که راجع به مجهول چی باید یاد بگیریم پای تخته، بعد بریم سراغ کتاب. مجهول بچه‌ها جمله‌ایه که فاعلش اول جمله نیست. شاید ارتباطتون با فاعل و فعل و مفعول و اینا از زمان ادبیات فارسی بعضی از مدارس معلمش خوب نبود، خب خیلی ارتباط خوبی نباشه و سختتون باشه اینو پیداش کنید که منظورم چیه، ولی من توضیح میدم. ما توی همه درس‌ها بچه تا اینجای تخته همیشه می‌نوشتم، اگه یادتون باشه می‌نوشتم براتون که آقا جمله سازی توی انگلیسی یعنی فاعل کننده کارو بذار اول، بعد فعل بذار، بعد ادامه ماجرا. این جملات انگلیسی بود، در واقع ساختار کل جملات انگلیسی این شکلی بود. حالا چی الان گفتم مجهول جمله‌ایه که یا پسیو اکتیو معلومه بچه‌ها، پسیو مجهول. پسیو جمله‌ایه که کننده فعل اول جمله نمیبینیمش دیگه، حذف شده به هر دلیلی. به چه دلایلی ممکنه حذف بشه؟ اون چیزی که اول جمله است اهمیت داره بچه‌ها، یعنی اهمیت بیشتری داره. بنابراین ما با حذف فاعل و آوردن مفعول در ابتدا میایم اهمیت رو میذاریم روی مفعول، به جای اینکه تاکید کنیم کی اون کارو انجام داده، میایم در واقع روی اینکه کار انجام شدن کار روی اون تمرکز میکنیم. حالا تا مثال نزنم که معلوم نمیشه چی به چی. یه مثال داشته باشیم. بر فرض مثال میگم که عرضم به خدمتتون که مثلا I eat 6 eggs every day. من هر روز 6 تا تخم مرغ میخورم. باشگاه بری اینجوریه دیگه وزا. I eat eggs 6 eggs every day. جمله چیه بچه‌ها؟ جمله سیمپل پرزنت، درسته، کاری که مرتب تکرار میشه. حالا مجهول اینو تو فارسی میتونید بهم بگین چیه؟ من هر روز 6 تا تخم مرغ میخورم. مجهولش این شکلی میشه، من باید حذف کنین، بعد مفعول جمله 6 تا تخم مرغ رو بیارین ابتدا، بگین 6 تا تخم مرغ هر روز خورده میشه. توسط کی؟ مهمه، میدونم، به خاطر همین بهش میگن جمله مجهول. یعنی الان دیگه توی جمله مجهول من تاکید روی این خورده شدن 6 تا تخم مرغه. اینکه کی میخوره توسط کی خورده میشه اصلا کار ندارم، یا اصلا نمیدونم هر کدومش. این شکلی میشه بچه‌ها جمله. مفعول گفتم میاد اول جمله. 6 eggs خورده میشن are eaten every day. چه اتفاقی افتاد؟ من یه امویزار دارم، بغلش یه پی پی دارم. بله بچه یادتون میاد تو بی ورب ها رو ام و ایز و آر واز و ور در زمان حال در زمان گذشته. پی پی افعال رو هم یاد گرفتیم تو این چند درسی که داشتیم در مورد present perfect. دیدیم که فعل ها یا با قاعده‌ان که پی پی اون فعل ها هم بنابراین با قاعده است با همون ایدیه، مثل played و talked، یا بی قاعده‌ان که پی پی شون هم معمولا بی قاعده است، gone و spoken. حالا جایی که ترکیب فعل to be و پی پی رو دارم، ببینید داریم هی گسترده تر میشه انواع چیزایی که بلدیم. جایی که to be verb میاد میشینه بغل پی پی، جایی نیست جز جملات مجهول. جمله مجهول شده. 6 تا تخم مرغ هر روز every day are eaten خورده میشن. چجوری ساختمش؟ اما اینو از کجا فهمیدم؟ اما ایز و آر چیه بچه؟ کلن پسیو اینجا بنویسم براتون. قاعده پسیو که هم این درس راجع به صحبت کنیم هم درس بعدی هم پسیوه، اینه to be به علاوه پی پی. در واقع فعل جمله پسیو اینجوری ساخته میشه. یه دونه to be verb باید انتخاب کنیم و بعد یه پی پی از فعل داشته باشیم. حالا
اینجا برای مثال اگر جمله simple present رو داریم پسیو میکنیم، اینجا simple present بود دیگه این جمله‌مون، درسته؟ simple present بود. اگه جمله simple present رو داری پسیو میکنی to be verbi که بعد اضافه کنی اینه، اینجا می نویسم simple present. اما اگه رفتی سراغ جمله simple past، پسیو simple past هم میخوایم کار کنیم. اگه رفتی سراغ simple past اون to be verb was over بچه که بعد اضافه کنی. پس یه دونه to be verb من باید انتخاب کنم بذارم بغل پی پی اون فعل اصلیم که تو جمله است. to be verb از کجا انتخاب کنم؟ از یه خانواده بزرگی که توش am و is are هست، was over هست، یه چند تا چیز دیگه هم هست بعداً صحبت می‌کنیم راجبش. ولی علی حساب am و is are رو انتخاب کنم برای simple present، اگه simple past بده از بین was over انتخاب کنم. خب من اینجا فهمیدم که simple present اومدم از بین am و is are انتخاب کنم. فعلم باید تطابق داشته باشه با فاعل. 6 تا تخم مرغ. 6 eggs are eaten. 6 eggs are eaten خورده میشن، جمع بود دیگه، بنابراین منم امایزار رو جمع انتخاب کردم و پی پی فعل are eaten خورده میشن. حله؟ حالا نکته بچه، تمام اون 12 تا تنسی که ما داریم راجبش صحبت کردیم دیگه. 12 مدل جمله توی زبان انگلیسی داریم. یه ویدیو هم راجبش زدم که مختصر هر کدوم رو توضیح دادم توی یه ویدیو، اونم برید ببینید حتما. این 12 تا جمله بچه که 4 تاش توی پست، 4 تاش تو پرزنت، 4 تاش تو آینده است، مال فیوچره. همه این 12 تا میتونن پسیو بشن، یعنی میتونن مجهول بشن از حالت اکتیو. ما تا اینجا هر چی خوندیم تو حالت اکتیو بوده، تو حالت در واقع معلومش بوده، ولی همه اینا میتونن مجهول هم بشن، پسیو بشن. گفتیم چرا ممکنه جمله پسیو بشه؟ چون انجام اون اکشن مهمتر از کننده اون کاره. برای ممکنه یه جمله رو بخوایم پسیو کنیم. 6 تا تخم هر روز خورده میشه، بگیر لازم داریم، کمه اینایی که داریم. اصلا دیگه اشاره نکردم به اینکه مثلا من 6 تا میخورم، فلانی 6 تا میخوره، این 6 تا میخوره، یا سرجم رو هم 6 تا میخوریم. مهم اینه که 6 تا در روز خورده میشه. 6 eggs are eaten every day. اوکی؟ پس حذف فاعل، اومدن مفعول، to be verb و pp برای اینکه فعل مجهول رو بسازیم و ادامه جمله هر چی که لازم بود میذاریم. یه مثال دیگه از simple past بخوام بچه‌ها براتون بزنم، مثلا همین جمله رو بگم I ate 6 eggs yesterday. دیروز من 6 تا تخم مرغ خوردم. I ate 6 eggs yesterday. حالا پسیو این چی میشه؟ یه لحظه فکر کنید. خب من اینجا جمله‌ای دارم که simple past، بنابراین برای to be verb از بین was over انتخاب میکنم. یه دونم که پی پی فعل eaten هست مثل جمله بالایی، پس بنابراین این شکلی میشه 6 eggs were، جمع دیگه، were eaten yesterday. 6 تا تخم مرغ دیروز خورده شد. 6 تا تخم مرغ دیروز خورده شد. نکته اینجاست بچه حواستون باشه که گفتم 12 تا جمله هر 12 تاش پسیو داره، اوکی؟ ولی مسئله اینجاست که پسیو شدن جمله، اکتیو یا پسیو بودن جمله ربطی به جنس جمله نداره. یعنی چی؟ یعنی مثلا سیمپل پرزنت رو یادتون میاد اون ابتدا که خوندیم، گفتم سیمپل پرزنت یه کاری که روتینه، هی اتفاق میفته، مرتب تکرار میشه. راجع به عادت ها، راجع به روتین ها صحبت میکنیم، میریم سراغش. این اکتیو سیمپل پرزنت بود دیگه. پسیوش هم همینه. پسیوش هم دوباره جنس رو عوض نمیکنه، صرفا تأکید جمله رو از روی فاعل میاره روی اکشن. میگه 6 تا تخم مرغ هر روز خورده میشه. این اتفاق کیا میفته؟ هر روز. ببینید کار تکراری، چیز تکراری. پس به هر حال سیمپل پرزنت، حالا اکتیو یا پسیو. اکتیو یا پسیو بودن یه بحثه، اینکه کدوم یکی از 12 نوع جمله هست یه بحث دیگه، اینکه جنس جمله چیه و کی اتفاق میفته و چجوری جمله رو انتخاب کنیم از روی این 12 تا جمله است، از همون قواعدی که تا اینجا داشتیم میخوندیم. ولی اینکه اکتیو یا پسیو چیز جدیدیه، زاویه جدیده نگاهمونی که داریم یاد میگیریم که آقا اگه فاعل مهمترین چیزم بود، مهمترین چیزی تو جمله بود، میذارمش اول جمله اکتیو میگم، ولی اگه اون اکشن رو میخواستم تاکید کنم پسیو میگم. ما تو فارسی هم جملات مجهول خیلی داریم و خیلی استفاده می‌کنیم، خیلی رایجه، ولی استفاده از جملات مجهول تو انگلیسی خیلی بیشتر از فارسیه. این است.
این یه نکته. پس ما پسیو ساختن از سیمپل پرزنت و سیمپل پست رو یاد گرفتیم. فعلا این دوتا تا برسیم درس بعدی. یه نکته دیگه که بچه بهتون میخوام بگم اینه که ما گاهی وقتا جمله رو پسیو کردیم، یعنی مثلا جمله رو این شکلی کردم ولی میخوام کننده کار رو هم بگم، نمیخوام حذفش کنم. چه کاریه؟ پس چرا پسیوش کردم؟ این شکلی میگم مثلا جمله پسیومو میگم هر چی که بوده، مثلا 6 eggs are eaten by me، مثلا توسط من، یه دونه by میذارم بعد اون شخص رو میذارم. مثلا میگم تلفن، خب تلفن اختراع شد توسط گراهام بل دیگه اگه اشتباه نکنم. تلفن خب گذشته است، اختراع شد. was سیمپل پست دیگه. was invent اختراع کردن، پیش invented. تلفن was invented by Graham Bell، توسط فلانی. چه کاریه؟ پس من فایلو میذارم اینجا. اگه بخوام پسیوش کنم پس چه کاری حذفش کنم؟ چرا میارمش؟ فقط تنها اتفاقی افتاده این که تاکید جمله روی اکشنه نه روی کننده کار. دی کننده کار از ابتدای جمله رفته ته جمله. به جای اینکه بگم گراهام بل تلفن اختراع کرد، گراهام بل تاکید من باشه، میگم تلفن اختراع شد توسط گراهام بل. تلفن فلان سال اختراع شد توسط گراهام بل مثلا. اوکی؟ پس این توجیه داره. آره خب چون رفته ته جمله دیگه تاکید از روش برداشته شده، تاکید میاد روی اکشن. این یه نکته. بحث دیگه هم بحث فعل bear هست بچه‌ها. فعل bear به معنی زاییدن که میاد تو حالت سوم تبدیل به born میشه، به معنی به دنیا آوردن، به دنیا اومدن، و اینم پسیو میشه. اگه شنیده باشین اینجوری میگیم مثلا I was born، این جملات پسیوه. I was born مثلا in تهران. پسیوه دیگه. یه دونه to be verb، یه دونه PP فعل. to be PP پسیوه. من به دنیا اومدم، جمله پسیوه دیگه. کی به دنیا آوردید؟ من زایده شدم، به دنیا اومدم. چه کسی این کارو کرد؟ کننده. اون کسی که زایده، اون کسی که به دنیا آورده، اون مشخص نیست، پس جمله مجهوله. درسته؟ I was born کجا؟ این تهران. من تهران به دنیا اومدم. یا اصلا سالشو بگین. I was born in 1997. 1997. I was born in 1997. پس کلا میخواید بگید به دنیا اومدم، میرید سراغ این ساختار I was born. همیشه یه to be verb. اگه میخواید تعلق خودتون رو بگید was یعنی گذشته داره. I was born. مثلا میگین فلان 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 is born، متولد میشه دیگه، اومد رو زمان حال. این از این همین نکات توضیح دادم. بریم سراغ کتاب سری ببینیم که کتاب چه نکته‌ای برامون آورده اضافه بکنه. همین نکات رو گفتم من بچه‌ها، فقط مثال های کتاب بررسی بکنیم. گفته is done was done پسیو 1. درس بعدی پسیو 2 کامل تماشا بکنید که درس بعدی هم جملات پسیو رو کامل تر یاد بگیرید. دو تا مثال زده. The office is cleaned every day. اداره هر روز تمیز میشه. کی تمیز میکنه؟ جمله مجهوله. میبینید the office is clean. to be verb دارم و pp is cleaned. من بچه توی present perfect have و has به علاوه pp داشتم، یادتونه؟ have و has pp. اینجا چی دارم؟ to be verb pp. حواستون باشه. جمله دوم the office was cleaned yesterday. دیروز تمیز شد. اداره دیروز تمیز شد. باز کی تمیز کرد؟ نمیدونم، مجهوله. the office was cleaned. بیام پایین مثال زده که جملات اکتیو و پسیو چجوریه. مفعول رو میبینید که بچه فلش زده آوردی کرده فاعل جمله و فعل جمله رو میبینید که to be verb بهش اضافه شده و pp شده. قسمت دوم میگه پسیو این شکلی دو تا جدول براتون کشیده. میگه اما ایز آر واز و ور داره. اگه منفی شد با نات بچه هر جا to be verb داریم با نات منفی میشه. و بعد پست پارتیسیپل pp داره با قاعده یا بی قاعده هر چیزی که باشه. مثالاشو پایین بخونیم بچه. butter is made from milk. کره از شیر ساخته میشه، از شیر درست میشه. is made from کی درست میکنه؟ Oranges are imported into Canada. پرتقال به کانادا وارد میشه. import بچه وارد کردنه، صادرات واردات. کی وارد میکنه؟ پرتقال وارد میشه. How often are these rooms cleaned? این اتاقا چند وقتی بار تمیز میشن؟ How often are they cleaned? چند وقتی بار تمیز میشن؟ نگفته کی تمیز میکنه. I am never invited to parties. من هیچ وقت به مهمونی دعوت نمیشم. کلا مهمونی من کسی دعوت نمیکنه. به مهمونی دعوت نمیشم. کی دعوت نمیکنه؟ نیومده تو جمله. این چند تا بچه اگه دقت کنید همشون سیمپل پرزنت بودن. جنس سیمپل پرزنت رو میتونم توش ببینم. بله همشون راجع به چیزای همیشه درست، مرتب اتفاق بیفته، دائما برقرار، روتین این هاست. دقت بکنید. جملات بعدی پسیوهای سیمپل پستن. بخونیم This house was built 100 years ago. 100 سال پیش ساخته شد. این خونه توسط کی ساخت؟ جمله مجهوله، نداریم فاعل.
These houses were built 100 years ago. این خونه ها ساخته شدن. جمعش کرده صرفا فقط. بچه دقت کنید که house وقتی اس جمع میگیره تلفظش میشه houses. میگه این خونه ها ساخته شدن 100 years ago 100 سال پیش. To be verbش از was شده were جمع دیگه. When was the telephone invented? تلفن کی اختراع شد؟ کیشو نمیدونم ولی شخصشو گفتم. When was the telephone invented؟ گذشته است. نه کی اختراع کرد، گفته کی اختراع شد. We weren't invited to the party last week. هفته پیش بهمونی ما دعوت نشدیم. کی دعوتمون نکرد؟ Was anybody injured in the accident؟ کسی آسیب دید تو تصادف؟ Yes, 2 people were taken. 2 نفر برده شدن به بیمارستان. کی برده شدن؟ مثلا آمبولانس دیگه ولی میگه were taken برده شدن. بریم پارت بعدی بچه. پارت بعدی در مورد was were born گفته. همون چیزی که من آخرین نکته داشتم بهتون میگفتم. این یک ساختار پسیو. I was born in Colombia in 1995. میگه حواستون نگید not I am born نگی متولد میشم نگی متولد شدم دیگه گذشته است. I was born. جمعم که میشه where you born یا با you was were کدومش میاد؟ where میاد. where were you born؟ کجا به دنیا اومدی؟ in Cairo در قاهره. where were you born؟ کجا به دنیا اومدی؟ قشنگ این ساختن برای به دنیا اومدن چه سال چه جا استفاده میشه. باید was were شو دقت کنید. و در نهایت میگه پسیو علاوه بای هم ممکنه بشه. همون نکته که داشتم بهتون میگفتم و فایل ممکنه بیاد. مثلا the telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. اینجا کاملش گفته اختراع شد توسط فلانی در سال فلان. بعد اکتیوش پایینش نوشته Alexander Graham Bell invented it. اختراعش کرد. این جمله اکتیو بالای پسیو بود. I was bitten by a dog a few days ago. I was bitten مهمتره. این که من یه نفر یه چیزی اومده من گاز گرفته مهمتره تا اینکه حالا بگم توسط یه سگ. بنابراین نمیگم a dog bit me. bite گذشته شه بچه. میگم I was bitten. گاز گرفته شدم توسط یه سگ فایل رو میبرم ترجمه by a dog a few days ago چند روز پیش. Do you like these paintings؟ این نقاشی ها رو دوست داری؟ They were painted. خب کی اینا رو کشیده؟ They were painted by a friend of mine. توسط یکی از دوستام کشیده شدن اینا همشون. They were painted by a friend of mine. بچه مثل one of my friends یکی از دوستام یا a friend of mine یکی از دوستام. این دوتا معادلن. A friend of mine یکی از دوستام. این هم از این همه نکاتو گفتم. لایک بچه یادتون نره لطفا ویدیو رو لایک کنید. انرژی میدید به مساوی. تمرین‌ها رو حتما انجام بدین. اینها گرامر هاییه که حتما نیاز به تمرین داره. کل گرامر همینه ولی اینها به طور خاص نیاز به تمرین داره. پس یادتون نره انجام بدین و کامنت کنید. اجازه بدین ببینم ایرادات احتمالی رو و رفعش بکنم با فیدبکی که بهتون میدم. و عکس تخته‌ام که مثل همیشه از کانال تلگراممون بردارین. اگه نکته چیزی هست مشخص نیست اونجا تو اون عکس‌ها واضحه. مرسی که همراه بودین. تا درس دیگه مراقب خودتون باشین. Take care and bye bye.